انا اون است مرد. وقتی که همین خصلت ها را در هر کدام خودت پیدا کردی، پس بدان که تو مردی با ناموسی. انا همین وطن تاجیکستانی. بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام و رحمت الله و برکاته. بله برادر گرامی بفرمایید. امام علی رحمانوف خوین ملت. بله. ظلم ای سر مردم بردار، لعنت روزش میشه و این مردم ای گردنت میقپن. ای یتیم و لعنتی. بله. دیگه شما این مردم ها دهنش قبضه. ای مردم تاجیکستان، ای مردم تاجیکستان بیدار شوید. چند آدم خبر کردگی، چند آدم قطیت هست همین خودت، یعنی چند آدم. والله بالله اکای محمد قول، والله بالله تالله تمام خانگیام خبردارای، تمام خیش تمام خبردارای، تمام همسنتم خبردارای. من اکای همین اکا مردم تاجیکستان بیدار شوید، بیدار شوید، بیدار شوید. هر سه ای قلبتون بگیرید، هر سه ای قلبتون برا. امام علی کیه که ایوای میترسید؟ کچی مفتیه که خوب چیزا بطرف ببینه. ای آزاده، ای رستم، تلفن ای پیش دهنت کم تره دور بکن. ای پدرت میمبره درین قبر ای جواب شمیت یا ایلانتی. بله 100% هیچ چیز در دنیا یعنی که مردم تاجیکستان یگون چی نترسین، لایک همونین، پادپیسات سکنین، با تمام همه روی کنین، با واتساپ، با ایمو، با چی باشم. یگون چی نترسین با خدا قسم. بله. ملت چیگی نکنین. اینا یک میان مرا بینین، میان ما تمام میان ما خستگی هست. بله. نه خود مردم تاجیکستان خسته نتونیم. این لعنتی را ای وطن خودمون دفع کردن نتونیم مگر. خان تبوزه. من مهاجرم، من غریبم. من در این غریبی عمر خودم خزان کردم. بله. برای چی؟ برای وطنم، اویلم، برای فرزندم. بله. این امام علی، این چاپلوساش، این حکومت ظالم، شما چیکار کنین نکنین این مردم امام علی را یک خائن میشناسد، یک وطن فروش میشناسد. شما چیکار بکنین این مردم مهاجر ای دستش تمام هرچی میبیاد. ما ایاد ما نمیبره. چی خیلی که محمد اقبال امروز خدمت داره، چی خیلی که در عزت امان خدمت کرده است، رحمتی جایش جنت شود. اکای کرامت شریف خیلی خدمت کرد، یارو نمیبره. امام علی را ما اصلا نیاد نمیبره. بیدار شوید، التماس بیدار شوید. سلامت باشه برادر گرامی، سلامت باشه. سلامت باشه اکای محمد. سلامت باشه. تاجیکستان وطن یگانه ماست. تاجیکستان وطن است که ما و تو آنجا تولد شدیم. تاجیکستان نباید دیگر ما قسمت کنیم با بدخشان و با زرافشان و با خوجند و با ختلان و با قبادیان و قمسنگین و با منطقه های کوهستانی شرق کشور. تاجیکستان وطن یگانه ما و شماست. تاجیکستان هر شهروند تاجیکستانی که در اونجا زاده شده است و نان و نمکی انا همین وطن خورده است، تاجیکستان وطن اوست. ما نباید تاجیکستان با بخش ها، با منطقه ها جدا کنیم و با محل ها جدا کنیم. انا همین از بدبختی ما که رحمانوف دقیقاً انا همین میخواست و همین مصیبت بالای این ملت آورده است. اگر ما خواسته باشیم که تاجیکستان آباد شود، اگر ما خواسته باشیم که تاجیکستان به یک دولت پیشرفته دنیا رفته برسد، پس هیچ وقت نباید محلچگی، ملتچگی، قوم پرستی کنیم. و اگر قوم پرستی و ملتچگی منفعت می داشت، رسول اکرم با بدترین شیوه نمی گفت که شخصی که یعنی که دعوا و ادعای عصبیت میکند، من فلانی هستم، فرزند فلانی هستم،
یعنی که از فلان اجداد شریف هستم. این مسئله را رسول اکرم حتی نهی کرده است. فلیعز بئر ابیه گفته است. شخصی که ادعا میکند همینه، پس برود همون مردی پدرش بگزد. میگه ادعا نکنید. مرد انا همون مردی است که با نام خودش صحبت میکند. مرد همون مردی است که تقوا خودش دارد. مرد همون مردی است که برای وطنش خودش خدمت میکند. مرد همون مردی است که برای مظلومین ملتش شب خوابش نمیبرد. مرد همون مردی است که برای پیشرفت انا همین وطن، برای اشکهای رزانده مادر تاجیک، برای اشکهای رزانده زن زندانی تاجیک، برای اشکهای رزاندن همسران اون مرد زندانیان بگناهی که در زندان قرار دارند، رحمانوف دارد به اونها ظلم و جبر میکند. مرد انا همون مرد است که در مقابل انا همین ظلم و ستم می ایستد و ایستادگری میکند و می ایستد و میگوید که این کار تو رحمانوف جنایت است. انا اون است مرد. مرد تاجیک بودن نیست. مرد اولاد ایشانزاده و اولیازاده نیست. مرد بودن انا همون مرد است که گفتن کلمه حق در مقابل پادشاه ظالم، گفتن کلمه حق در مقابل یک پرزیدنت ظالمی که هم دینت آباد آرام نیست، هم اقتصادت آباد آرام نیست، هم امنیتت آباد آرام نیست، نه یگان جای کار داری، نه وطنی آرام داری. گپ در موردی که در یگان جا تیر پرانده نمیشود، این آرامی را حساب نمیکنن. تیر پرانده نمیشود. ولی دیده است که ردبندی های کشورها، تاجیکستان در ردبندی 12 کشوری از همه در ناآزادترین سیاسی دنیا جاش دادن که در قطار سومالی و میانمار ترکمنستان قرار دارد. پس مرد انا همون مردی است که در مقابل ظلم مردانه میبراید و میگوید نه دیگر ظلم بس است، دیگر زندان کردن مردان بگناه ملت بس است، دیگر رزاندن اشک مادران و زنان و دختران این ملت بس است، دیگر این ملت به بخش ها تقسیم نکنید، به ملت ها تقسیم نکنید. وطن یک تاست، تاجیکستان ما و ما و شما باید اون از دست انا این اهریمن با نام رحمانوف نجات دهیم و نجات دهی ما و شما همه یک جا باید کی باشیم؟ ما باشیم. نه اینکه من این گروه و من آن گروه و من فلانی و من از قبرستان و من از گورستان و من از فلان جا. همه ما و شما باید چی باشیم؟ از یک وطن، از یک منطقه. ما و شما باید برای وطن خودمان دلهای ما بتپد. انا اون است مرد. وقتی که همین خصلت ها را در هر کدامت خودت پیدا کردی، پس بدان که تو مردی با ناموسی. انا همین وطن تاجیکستانی. الله برای هر یک فردی با شرف تاجیک مردانگی و ناموس و عزت عنایت فرماید، تا اینکه برای این وطن خدمت کند، تا اینکه برای این وطن که زیر یک اهریمن و یک عائله بصاحبی که نه حق میداند و نه حلال و حرام تشخیص بکند، در مقابل همون یعنی که ایستادگری میکند. الله صفی برادران مبارز و راستگو و حقگو را ساعت به ساعت بیشتر بگرداند.